معروف از ساحه‌های افضلیت‌ناک دانسته شده در محور آن آموزگار می‌ایستد. سلام بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، در برنامه نوبتی راهنما فعالیت علمی و ایجادی تربیوی یک تن از آموزگاران مورد ذهن شما قرار داده می‌شود. ما را همراهی نمایید. آموزگار در جامعه یک نور است که از روشنیش دیگران بهره‌ور می‌شوند و آن نور را در حیات و در زندگی خود می‌افروزند. قهرمان نوبتی برنامه راهنما آموزگاری فن زبان انگلیسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه دنقره ولایت ختلان، علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌الخلقی و سوحوی دلوار سعداللهیف می باشد. موصوف ختم کرده فاکولتت زبانهای آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان است. آموزگاری یک کسبی است که کسب پرشرف است و این کسب را در دل من آموزگاری اصلی من معلم سالیه دلارام و معلم مراد و زیبونیسا که معلم زبان انگلیسی بودند در دل من جو کردند. از مهنت حلالی آنها، از کسب پرشرف آنها دیده این کسب را در دل خود جو کرده و من بعد ختم دانشگاه در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 8 در دهه خود به حیث آموزگاری زبان انگلیسی کار فعالیت آغاز نمودم. دلوار سعداللهیف فعالیت مهنتی خود را محض در همین مؤسسه تعلیمگاهی رقم 8 آغاز نموده تا هنوز در حلقه همکاران و خوانندگان می باشد. موصوف خود را از جوانان موفق زمان می داند که با اشتراک در آزمون‌ها و تکمیل دانش امروز همچون آموزگار زمان معاصر دانسته می شود. وقتی دانشگاه ملی تاجیکستان رو ختم نمودم، بعد ختم و مؤسسه تحصیلات میانه رقم 8 به دهه خود برگشتم، چون که کس را در دل خود پرورده بودم و خواستم که برای کودکان دهه همچون یک آموزگار اصلی شده تعلیم تربیت و زبان انگلیسی را بیاموزانم. و بعد از دانشگاه به مؤسسه برگشتم، من کار فعالیت خود را ایجاد کردم و طول سال می شود که در این مؤسسه من کار فعالیت کردم و شاگردان نمونوی را به پایان رسانده که در سطح جمهوریوی، در سطح ولایتی و در سطح ناحیوی روی مؤسسه را می‌بردارم و در سطح بین المللی هم شاگردان من پیشرفت می‌کنند.
مؤسسه از کار و فعالیت آموزگار فن زبان انگلیسی سعدالله دلاور بسیار قناعتمند هستم، چون که از روزی که دلاور قدم به استانه مکتب همچون آموزگار نهاد، خوانندگان را در روحیه و تندرستی، خویشتن شناسی، میهن پرستی تربیت نموده تا حاضر کار و فعالیت پرثمر را دوام داده ایستاده است. همه ساله شاگردان آموزگار سعدالله دلاور در آزمون‌های جمهوریوی، فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. خود دلاور هم سال گذشته در همین آزمون از روی نامیناسیون ایجاد نثر برآمد نموده سزاوار جای اول گردید. مهنت پرثمر سعدالله دلاور همه ساله ثمره خوب به بار می‌آورد. شاگردان او در المپیادهای فنی از فن زبان انگلیسی هر سال 12 نفر 10 نفر صاحب مدال ها می‌گردند. سر تعظیم می آرم به نامت من، که از تو گشته ام شاگرد دانای، که از تو گشته ام عمر به قیمت در همه جای، که از تو فخر دارم من که بودی سالها آموزگاری مهرافزای. سعدالله دلاور آموزگاری پیشرفت نه تنها در داخل مؤسسه بلکه در سطح ناحیه می باشد. در درس‌های خود همچون آموزگار جوان از اصولهای نوی تعلیم و از اصولهای پیشرفت درس‌ها از اصولهای درسی استاد سعدالله ثمرناک استفاده می‌برم. همچون آموزگار جوان از رفت کار استاد همیشه پیروی می‌نمایم. امام علی رحمان در همه مجلس صحبت هایی که در ساحه وابسته به ساحه معارف میگذراند قدر و قیمت آموزگار منزلت آموزگار را بلند می‌بردند و این دستگیری جناب عالی بود که امسال قدر و قیمت آموزگار در ماه سپتامبر قدر و قیمت آموزگار در مجلس نوبتی پیشوای معظم ملت بلند برداشته شد و باوری داریم که چه آموزگاران جوان و چه آموزگارانی که به سن سالشون به یک جای رسیدن از این دستگیری پیشوای معظم ملت به یک وجه اومده کار و فعالیت خود را جدی‌تر می‌نمایند و مسئولیت بیشتر حس نموده پیوسته از پی ایجاد و تکمیل و آموزش می‌شوند و من می‌نداری خود را به پیشوای ملت می‌رسونم که برای آموزگاران آزمون‌ها از قبیل فروغ صبح دانایی، آموزگار سال تاجیکستان، مربی سال، اینچنین این فروغ معرفت تشکیل نمودند که آموزگاران هم در این آزمون‌ها اشتراک ورزیده دانش خود را صیقل می‌دهند و پیوسته از پی ایجاد خود
یکی از موفقیت‌های بنده در سال 2024 این اشتراک در آزمون آنلاینی بساط آموزگار که از طرف روزنامه دوستداشتنی ما روزنامه ختلان برگزار گردید برای قدر و قیمت آموزگار در جامعه و من در این آزمون اشتراک نموده سزاوار جای دوم گردیدم و با افتخارنامه سرداری رئیست ولایت ختلان و روزنامه ختلان قدردانی گردیدم. در سیمای سعداللهیف دلداور شخصی حلیم و مهربان، خاکسار، فروتن دیده می شود. سعداللهیف دلداور نوابسته آموزگار فن زبان انگلیسی بودنش در آزمون‌های شاگردانش در آزمون‌های ولایتی جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گردیده‌اند. سعداللهیف دلداور در ناحیه شخصی آبرومند شناخته می شود. سعداللهیف دلداور نوابسته به آموزگار فن زبان انگلیسی بودنش در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. آزمون از روی نامیناسیون ایجاد نصر در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیده است. سعداللهیف دلداور با آموزگاران جوانی که نو قدم برای تعلیم و تربیت می‌نهند به آنها کمک کرده همه متد و اصول‌های نوی تعلیم را به آنها می‌آموزاند و در کارهای جمعیتی بیرون از مکتب در ناحیه اشتراک فعالانه می‌ورزد. باعث خرسندی و سرفرازی ما خوانندگان است که استاد ما یعنی آموزگار تعلیم دهنده ما از فن زبان خارجی آموزگار سعداللهیف دلداور در دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است سزاوار جای اول گردیدند. ما خوانندگان با این استاد و با چنین استادان خصوصا با آموزگاران صاحب تجربه مؤسسه خود می‌فخریم و خوشحال از آن هستیم که عین زمان ما را چنین استاد صاحب تجربه درس می‌دهد. درس‌های استاد سعداللهیف دلداور به نهایت خوب و با راحت می‌گذرند و ما با پورگی در درس‌های استاد سعداللهیف دلداور فن زبان خارجی را می‌آموزیم و در درس‌ها خود را آزاد حس می‌نماییم. شاگردان من در آزمون‌های سپلینگ بی در آزمون واریسان پیشوا که از طرف این آزمون از طرف رئیست ولایت ختلان تشکیل شده است، در آزمون لغتدانی بهترین که هم از طرف رئیست ولایت ختلان تشکیل شده است، در آزمون فنی خوانندگان تا سطح جمهوریوی، در آزمون فروغ صبح دانایی و آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم. از المپیاد فنی از فن زبان انگلیسی در سطح جمهوری خوانندگان در سال 2021 3 نفر سزاوار جای کردند و در سال 2022 5 نفر و در سال 2023 باشد 13 نفر و در سال 2024 باشد 7 نفر سزاوار جای گردیدند. سعداللهیف دلداور یک خصوصیت خوبی آموزگاریش همین است که معامله خوب با خواننده با اهل کلکتیو دارد. همگان چه خواننده چه آموزگار با او دوی در معاشرت هستند. یوری متدی خود را با آموزگارانی که نو به مکتب آمدند میرساند و ما همچون آموزگار سابقه دار او را به آموزگاران جوان وابسته کرده ایم و دست یاری خود را همه وقت به آموزگاران میرساند. خصوصیت فرق‌کننده سعداللهیف دلداور همین است که نوابسته خود معلمه باشد خود معلم باشد به آنها کمک اولین درجه خود را میرساند و شاگردانش به نهایت او را دوست می‌دارند. در کلکتیو آبرومند است و همه کلکتیو او را حرمت و احترام می‌کنند و دوست می‌دارند. استاد سعداللهیف با همه یک رنگ میباشد
و با همه خوش سخن می باشد. این خصلت آموزگار بیشتر به من پسند است. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман роҳи омӯзгорро ба сӯи музаффарияту муваффақият боз намуд. маҳфили амалкунандаи аниси кунҷи танҳои китоб аст. фуруғи субҳи донои китоб аст ки аз ҷониби маъмурияти муассиса созмон дода шудааст, ҳам омӯзгор ва ҳам шогирдони муаллимро бо ҳам овард. من و شاگردی که پیوسته با من کار فعالیت میکند، خال محمد فرخ و خال محمد فرخنده و جورا خانم و مهیره و شریف و فاطمه نیت کردیم که در آزمون فروغ سوپی دانایی سال 2023 اشتراک نماییم. و ما 5 نفر وقتی که تعطیل زمستان شد، ما کوشش کردیم که آن شعر و اثرهایی که طبق نظامنامه‌هایی که نامینات‌هایی که ما انتخاب نمونیم از خود نمونیم و در طول یک ماه ما پیوسته شعر، حکایت، پوست، قصه، دراما و دیگر اثرهایی که طبق نظام نبودن ما از خود میکردیم و بعدتر مهم است در آزمون فروغ سوپی دانایی در سطح ناحیوی اشتراک نمودیم و از 5 نفر ما خوشبختانه 5 نفر ما به سطح ولایتی خط گرفتیم. من در سطح ناحیه سزاوار جای اول، خال محمد فرخ سزاوار جای اول، خال محمد فرخ سزاوار جای سوم، شریف و فاطمه سزاوار جای دوم و جورا خانم و مهیره سزاوار جای اول کردیم و به سطح ولایت خط یافتیم. در سطح ولایتی باشد از 5 نفر ما 2 نفر به سطح جمهوری خط گرفتیم، یعنی شریف و فاطمه و خود من به سطح جمهوری خط گرفتیم از روی نامیناسیون ایجادی نصر. و در سطح جمهوری باشد شریف و فاطمه سزاوار جای افتخاری گردیدند و من سزاوار جای اول گردیدم. با کمک استاد سعدالله دلاور من توانستم در آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است در جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردم و همچنین ما خوانندگان خوشحال از آن هستیم که در چنین مؤسسه چنین استادان را داریم. این سال در آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است در نامیناسیون ایجاد نثر اشتراک کردم در سطح ولایت و این همه با دستگیری استاد عزیزم استاد سعدالله می باشد. ما با استاد سعدالله همکاری پیوسته داریم در کنفرانسی‌های بین‌المللی و دیگر کنفرانسی‌های داخل جمهوری پیش صفانه اشتراک میکنه. مقصدهای آینده من همین است که پیوسته شاگردان را آموزه نمایند، نه تنها در آزمون‌های جمهوری بلکه در آزمون‌های بین‌المللی هم اشتراک ورزند. و سال گذشته 6 نفر شاگرد من در سطح جمهوری اشتراک کردند، اما راحت به دیگر دولت نیافتند، اما این هم یک موفقیت من است که 6 نفر شاگرد من در آزمون بین‌المللی هیپو از فن زبان انگلیسی اشتراک کردند تا سطح جمهوری رفتند و پیوسته کوشش می‌نمایم که شاگردان را به آزمون‌های بین‌المللی و جمهوری آماده نماییم. آموزگار شخصی باشد که نمونه دیگر کس باشد، نمونه خلق باشد، نمونه خوانندگان باشد، برای خوانندگان نمونه باشد که با او پیروی کنند و در آینده این کس را انتخاب نمایند و در شخصیت آموزگار خودشون رو ببینند. آموزگار معاصر از آموزگاری که در سالهای 2000 یا سال 1990 درس میدادم باید فرقیت داشته باشد، چون که حالا زمان تکنیک است و برای تعلیم تربیت برنامه‌ها تشکیل شدن که آماده شدن که میتونن آموزگاران از این برنامه خوب استفاده ببرن. همچنین مواد تعلیمی برنامه‌ها تشکیل شدن. یکی از برنامه این برنامه جنیمی ابزرور که من پیوسته در کنفرانس‌های انگلیش ویزا بوده که برنامه است برای آموزانیدن متدهای نو برای آموزگاران انگلیسی جمهوری تاجیکستان و من در این کنفرانس پیوسته اشتراک میکنم. از
برنامه‌هایی که نوی که برای تعلیم استفاده برده می شود از اونها در درس‌های خود استفاده می‌برم. و آموزگار معاصر باید چگونه باشد؟ باید هرج‌نگار باشد، باید هنرمند باشد، باید نوع ایجاد باشد که هر روز پیوسته برای خوانندگان یک چیز نو ایجاد نماید که شوق هوس خوانندگان به نسبت به درس او زیادتر شود. آموزگار اولین من معلم آرستما، پیرو آرستما بودن که خط و الفبا را آموختیم. آموزگار اولین من راست چه خیلی با ما تشکیل نمودن بازی‌های ماتماتیکی را در خاطر دارم که ما را با توفا و هوسمند میکرد. غیر از این باز چه خیلی قرائت کردن شعر را با ما می‌آموخت. اینا در خاطر دارم و با گروه ها تقسیم کرده بازی‌ها گذراندن من را خیلی در خاطر دارم که این را در درس‌های خودم استفاده هم میبرم. زحمت و تلاش آموزگاری جوان چنین مظفریت‌ها را به بار آورده است. غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من. غالب جای دوم در آزمون جمهوریوی آموزگاری سال 2024 در سطح ولایت. غالب آزمون آنلاینی و صافی آموزگار. اشتراکچی آزمون جمهوریوی آموزگار من افتخار من. غالب آزمون پابلیک سپیکینگ. غالب آزمون انگلیش ادیکیشن ویک. علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان. آموزگار فخری ولایت ختلان و اشتراکچی آزمون دعای مادر. قدری زرگر بدانند در جهان، قدری استاد از من استاد دان. تار و پودی ما که از دان رشته است، سرنوشت ما به سر بنوشته است. گر پدر ما را نمود آدم صورت، گرچه مادر بود با ما تا سحر. سیرت انسان به ما استاد داد، آدمیت را به ما او یاد داد. چشم ما را ای بسا بینا نمود، عالمی را جا به چشم ما نمود. گرچه ما را 3 و 4 و 5 داد، او به دست ما کلید گنج داد. گر زمانه بود با او بی وفا، گرچه دوران داد او را بس جفا. قدر او از 3 مزل بالاتر است، جاویدانی او شه بخروبر است. من از موفقیت‌هایی که در طول کار فعالیتم به دست آوردم به خلاصه اومدم که موفقیت هر بنده در دست خودی او است. چه خواننده باشد، چه آموزگار باشد، چه کارمند بانک باشد، چه مهندس باشد، چه انجینیر باشد، موفقیت هر کس در دست خودی او است. اگر که اون مقصد گذاشته در کار خود صادق باشد و پیوسته از پی آموزش شود، ان شاءالله به موفقیت‌های بلند نائل می‌گردد. ما با سعدالله دلوار در آینده کامیابی‌ها در جدای آموزگاریش موفقیت‌ها آرزو می‌نماییم و باوری است که باز به قله‌های بلند پداگوژی می‌رسد. آموزگار نفر است که گرمی دل خود را، دانش خود را، ملکه خود را به خواننده داده خود را خوشبخت حساب میکند. به عبارت دیگر اگر برای قبای سبز ببر نمودن طبیعت بهار لازم باشد، پس برای تمنیات انسان استاد آموزگار رمزی بهار است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی راهنما از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه دنقره ولایت ختلان و ما توانستیم که مورد ذهن شما قرار داده باشیم فعالیت علمی و ایجادی آموزگار دلاور سعدالله افرا. خیر تا برنامه دیگر تنصیحت و خانه آباد باشید.